یا برادر هستن که نماز سنتی بامداد اگر مثلا وقت نشدمونه بعد از فجرش خونیم یا که افتاد برات سنت هر دو وجه هم جایز، هر دوش هم حدیث اومده، حدیث ترمذی اومده، هر دوش هم ترمذی ابو داود که حدیث ابن قحط یا که ابن فحد و مش حدیث ابو هریره که هر دوش هم دلالت میکند که این صحابه وقتی که میگوید که ابن قحط رضی الله تعالی عنه میگوید که وقتی که ابن فحد به فای اومده به قاف اومده، وقتی که فجر خوندم تو این شیخ است دو رکعت سنت خوندم، رسول صلی الله علیه و سلم باز خوندن گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الصبح اربعا، یعنی چخیل فجر برای تو 4 رکعت شد. گفتم که یعنی من دو رکعتی که پیش از بامداد نخونده بودم همین خوندم. گفت رسول صلی الله علیه و سلم که نعم اذن، یعنی این تر باشه و که ندارد. فهمیدید این صحابه بعد از بامداد خوندن مباشرتا، یعنی فورا، یعنی صلات بعد از بامداد خوند. فهمیدید؟ و حدیث ابو هریره اومده که رسول صلی الله علیه و سلم میگه کسی که همین سنت بامداد پیش از فجر فرض نخواند پس بعد از آفتاب برآمدن خواند. یعنی فهمیدید؟ هر دو وجه هم چی گفتیم، یعنی جایز، سواء مثلا بعد از فجر میخونید یا که بعد از چه بعد از آفتاب برآمدن میخونید، هر دوش هم چه جایز بوده، یعنی امر چی گفتیم یعنی واسع. جزاک الله خیر. وانتم